انقلاب بزرگ مردم ایران نه مرده و نه خاکستر شده، بلکه در مقاومت کبیر میهنی بر ضد دزدان اون انقلاب مردمی و غاصبان حق حاکمیت ملی و مردمی تداوم و تعمیق پیدا کرد. روزای بوسه خون بر خیابونا، روزای یک دلی ها دادن جونا، مسافه چشم خیس و گاز اشکاور میونه گله و سینه، نبردی نابرابرتر، هجوم گارد و خشم کوچه تبدار، سفیر آمبولانسا برش رگبار، روزای مشت خالی شوق ناباور، روزای تن سپر کردن برای زخم همسنگر. هنوزم اسم دانشگاه تهران آتشینه. اعتماد مردم و کشت، تموم رنج و خون بهمن و برد، گذاشت پاشو رو فرش خون تازه، خیانت کرد و استبداد و آورد، ولی بهمن سر